دوستان امروز از متریال های ساختمانی میخوام شیشه لاکوبل رو بهتون معرفی کنم که در دکوراسیون و طراحی داخلی مخصوصا در سبک مدرن بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. شیشه‌ای هست که در واقع پوششی از رنگ روی شیشه سکوریته که بعد از عملیات رنگی داخل کوره پخته میشه و در مقابل شکست و سقوط ایمنی بسیار بالایی داره. این شیشه ظاهر بسیار منحصر به فردی داره که به عنوان شیشه دکوراتیو و تزئینی استفاده میشه و همچنین تنوع رنگی بسیار بالایی داره که به دو صورت مات و براق در بازار موجوده. قابل شستشو و ضد خش، زیبایی خاص و منحصر به فردی داره، تعویض و نصبش آسونه، به دلیل شوک حرارتی 5 برابر مقاومتر از بقیه شیشه هاست. کاربردهایی که داره به عنوان پارتیشن و جدا کننده در دفاتر تجاری و اداری مصرف میشه، به عنوان بین کابینتی تو آشپزخونه استفاده میشه، ازش به عنوان دیوار پشت تلویزیون میشه استفاده کرد.